12 января соли 2011. Здравствуйте, уважаемые гости! Добро пожаловать в нашу школу. Мы очень рады видеть вас. Спасибо за вашу поддержку. سفیر کن گروس با مقصد واخوری و ملاقات با مسئولین ساحه معارف و آموزگارانی که در کورس‌های آموزشی از جانب حکومت آمریکا توسط لایحه تعلیمی با صفتی اگنتی رشد بین المللی ایالات متحده آمریکا دستگیری می‌شوند به ناحیه وخش سفر کرد. در این دور زیاده از 500 نفر آموزگاران متماتیک و زبان تاجیکی مکتب‌های تحصیلات ابتدایی و میانه از 36 مکتب ناحیه وخش اشت و اصفهان به کورس‌های تکمیل اختصاص با مقصد آموزش و جاری نمودن اصول‌های نو تعلیم در فعالیت خود فرا گرفته می‌شوند. در جریان سفر سفیر کن گروس ابراز نمود که ایالات متحده با کمال خوشنودی به فعالیت شما جهت انکشاف نسل آینده یاری می‌رساند. نصف اهالی تاجیکستان از جوانان تا سن 19 ساله عبارت است. آنها باید تعلیم و تربیت خوب گرفته چون شهروند فعال به رشد اقتصادی کشور خود سهمگذار به وی رسند. کورس‌های آموزشی برای این گروه آموزگاران ماه آگوست سال 2010 آغاز گردیده، آموزگاران کانسپسی‌های عمومی پداگوژی و اصول مناسبت نو را با تعلیم و آموزش از خود نمودند. لایحه تعلیمی با صفت اگنتی رشد بین‌المللی ایالات متحده آمریکا به دانشکده جمهوری و منطقوی تکمیل اختصاصی آموزگاران در تهیه و تجدید نظر نمودن برنامه‌های تعلیمی و گذراندن کورس‌های تکمیل اختصاص که اصلا برای بنفشه‌گیری درس‌ها تعلیم به خوانندگان نگرانیده شده، آموزش اینتراکتیوی، اصولهای نوی ارزیابی، تشکل سطح بلند فکرانی، همچنین حل مشکلات، تحلیل و بهادهی روانه گردیدند کمک رساند. تا امروز لایحه تعلیمی زیاده 1500 نفر آموزگاران و 100 نفر دیرکتوران مکتب‌ها را با تعلیم و آموزش معاصر فرا گرفته است. علاوه بر این لایحه به 100 نفر دیرکتوران مکتب‌ها آموزش رهبری پداگوژی و منیجمنت مالیوی و به 50 نفر نمایندگان دانشکده‌های مرکزی و ولایت تکمیل اختصاصی آموزگاران آموزش‌ها را عاید اصولهای نوی تعلیمی و آموزش گذرانده است. And I think this is not the last visit, and we are always ready to receive you as a Что? Так, вот это.